ایا مادر تو را در خواب دیدم، دو چشمان تو را پر آب دیدم. بگفتم چرا گریان مادر، بگفتا که تو را ناتاب دیدم. مادر فرشته بود فقط بال و پر نداشت، شاید که داشت بال و پر اما خبر نداشت. یا داشت آگهی ز پر و بال خویش، لیک میل جدا شدن ز من و از پدر نداشت. در کودکی به مادر خود خواستم برم یک هدیه، لیک جیب من آن لحظه زر نداشت. زر یافتم به گاه جوانی و آن زمان، جز عشق یار سینه هوای دیگر نداشت. وقتی به یاد هدیه فتادم که مادرم، روی لبش به غیر وداع ای پسر نداشت. سلام و درودی به پایان بهرتان پدران و مادران و کل شنوندگان عزیز و گرام قدرم. خواستم برایتان قصه بسیار دردناکی را پیشکش نمایم. میگوید یک زمان مادری نابینایی بود، از او یک پسر به دنیا آمد. دایه ها به او خبر دادند که فرزندی به دنیا آورده ات بیمار است. پس از شنیدن خبر بیماری پسرش، مادر با دل ریش او را نگهبانی می کرد. از بس که مادر چشم بینا نداشت، همه مهربانی هایش را نسبت پسرش با چشم دل افشا می کرد. خداوند ملائکه را به سوی مادر فرستاد و ملائکه به نزد مادر آمد و گفت: مادر، خداوند یک درخواست تو را قبول می کند. می خواهی خودت بینا شوی یا فرزندت صحت شود؟ مادر گفت: البته فرزندم صحت شود. ملائکه گفت: پشیمان نمی شوی؟ مادر گفت: نه، هرگز پشیمان نمی شوم، فرزندم صحت شود. ملائکه میگوید دست بر دعا برداشت، فرزند او صحت شد و مادر از این خوشحال گردیده فرزندش را با چشمان دل نگریسته مهربانی میکرد. روز به روز فرزند با مهربانی های مادر عاجزش بزرگ شدن میگرفت و مادر از این خوشحال تر میگردید. زمان فرزند بر کمال رسید و مادر او را با یک جهان شادی و محبت عائله دار کرد. سال و ماه‌ها گذشت و فرزند پیش پای مادر با زانوی ادب افتاد و گفت: مادر جان، چند ماه است سخن در دل دارم، اما گفتنش مرا سخت آزار می دهد. مادر گفت: تو جگربند یگانه من هستی، بگو اسرار دلت را، من همه درخواستهایت را می پذیرم. فرزند گفت: همسر من با تو زندگی کردن نمی خواهد و می خواهم برای تو خانه بنیاد کنم تا که دورتر از چشم او زندگی کنی، زیرا از نابینایی تو همسر من طبعش خیره می شود. مادر از این سخنهای فرزندی که با این قدر رنج نابینایی به وی رسانیده بود سخت آزرده گشت و به فرزند گفت: پسرم، تو رنج مکش، برای من خانه مساز، من خودم از خانه برآمده می روم، تو با همسرت خوشبخت باشی برای من کافی است. مادر از در خانه اش که بجز از این فرزند زن دوستدار کسی نداشت برآمده با چشم دل به سوی خانه اش نگریسته زار زار می گریست، زیرا از خانه و در بیرون از کنار فرزند یگانه دور می شد. آن ملائکه‌ای که از ابتدا آمده بود باز آمد و گفت: ای مادر، باز خداوند یک درخواست تو را می پذیرد و انیق می گویی که این دفعه مرا بینا کند، چون که اکنون بعد این کار فرزندت و همسرش پشیمان شده ای. مادر گفت: من پشیمان نیستم و پشیمان نخواهم شد. این بار هم مرا شفا ندهد پروردگار. ملائکه گفت: از خداوند چی درخواست داری؟ مادر گفت:
میخواهم پروردگار همسر پسر مرا انسان خوب، زن صالحه گرداند. امروز از سبب که من از درگاه رانده شدم و از این رو در خانه نیستم که او را پرستاری کنم، در خانه نیستم که او را نوازش مادرانه کنم، همسرش را همسری با وفا گرداند تا که نسبت فرزند من جفا نکند، بلکه جگربند مرا پرستاری خوب کند. ملائکه در رحم و شفقت مادر در آن لحظات حساس در چشمش آب فواره زد و با چشم مادر به چشم مادر چکید و مادر بینا کردید. ملائکه به چشم بینا گشته مادر نگریسته گفت این رحم و شفقت را تا این حد ندیده بودم. این است بزرگی مادر. در چنین لحظه ناگوار که از جانب فرزند رانده شده بود، برای فرزند و همسر او دعای بد نکرد. پس می باید لحظه به لحظه به قدر این آلیه دلسوز و بیکینه برسیم. در حق ما تا دعای مادر نشود، در زندگی راه ما منور نشود. 100 سال اگر خدمت مادر بکنیم، بر یک شبه رنج او برابر نمی شود. مادر آن سرچشمه جوشان حیات است که هستی مرا از فیض خود شاداب می گرداند. مادر سرچشمه مهر و محبت، شفقتی بیکنار، نوری هر یک خاندان است. مادر توی آن ماه درخشانه که با نوری مهربارت شبهای تیره و تاریک ما را روشن می سازید. مادر تو آفتاب در زندگی که ما را گرمی و روشنایی می بخشید. مادر زندگی از تو آغاز می شود و دنیا از بوی مقدس تو عطرآگین است. مادر بانوی هر یک خاندان و حسن بخش زمین و نصرت بخش تمام روح انسان است. مادر سفیدی موی سرت برای فرزندانت راه سفید زندگی است. مادر نفس تو نسیم است که آرامش را در جان و تن ما جاری می کند. مادر چهره نورانی تو برای ما عزیز و مقدس است. مادر دست نوازشگر تو تسکین بخش ما در لحظه های دشواری زندگی است. مادر جان، هر یک تار مویت را می پرستم، زیرا موی چون شب سیاه و روی چون سپیدت برای کمال رسیدن جگربندانت سپید گشته و در رخساره های گل صدبرگت آژنگ ها پدید آمده. تمام عمر بهر پیشروی و سعادتمندی روزگار فرزندانت کوشش کردی و به زندگی ما شکوه و شهامت بخشیدی. سجده آرم پیش پایت مادرم، صدقه هر یک تار مویت مادرم. مادر تو سجدگاه و آفتاب درخشان هستی در حیات ما فرزندانت. پس دعایمان کن مادر که بهشت زیر قدوم مادران است. بله دوستان عزیزم، اینک رسیدیم به پایان قصه دیگر. باوری دارم که به اکثریت شما دوستان عزیزم قصه پسند آمد. واقعا مادر شخصیت است که اگر شب و روز در وصف مادر اگر سخن بکنیم این کم است. پس باید بکوشیم به قدر این آلیه زندگی برسیم. باید بکوشیم تا دعای مادر را بگیریم. جنت که رضای ما در آن است، در زیر قدوم مادران است. پس بکوشیم دوستان، هر شخصیتی که مادرش حیات است، پس بکوشید. پیامبر خدا میگوید شخصی که پدر و مادر دارد دو جنت دارد. شخصی که پدر یا که مادر دارد، یک از اینها را دارد، یک جنت دارد. پس کوشش بکنیم دوستان عزیز که دعای این مادران را بگیریم. با شما بودم بنده عبدالله، یکایک شما را از برای الله پاک دوست می‌دارم. فکر و عقیده های خود را در زیر ویدیو بنویسید. برای شما بهترین قصه های تر و تازه را پیشنهاد خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله.